قدیما هر کیو میخواستن بگن پول داره میگفتن طرف آهن فروشه، پول داره. ولی الان شاید باورتون نشه که آهن فروشا کجا دارن تبلیغات و بازاریابی میکنن تا بتونن محصولاتشون رو بفروشن. من با چند تا بیزنس حوزه آهن و ضایعات آهن کار میکنم که خرید و فروش آهن انجام میدن و یکی از اصلی ترین کانال‌های تبلیغاتی اینها تلگرام هستش. آهن فروشایی که الان خوب دارن میفروشن کانالایی دارن که چندین هزار ممبر داره و تبلیغات انجام میدن که ما داریم براشون تبلیغات تلگرام ادز رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی بنر تبلیغاتیشون رو توی تمام کانال‌های تخصصی مرتبط و حتی همکار براشون پخش میکنیم. خلاصه خواستم اینو بهتون بگم توی هر صنفی که هستید حتما تلگرام رو جدی بگیرید و یکی از کانال‌های اصلی بازاریابی خودتون قرار بدید. میلیون‌ها ایرانی توی تلگرام هستن و یه کانال پربازدید داشته باشید، هر محصولی داشته باشید، چه آموزش، چه کالا، چه خدمات و هر چیزی رو میتونید توی تلگرام به خوبی پرزنت کنید و بفروشید.